سلام دوستان، حمایت هم کنین با سابسکرایب و دیدنتون. بذارین کانال منم به درآمد برسه، چون نه شرکت به ما حقوقی میده، نه سنوات منو دادن، نه دولت حقوقی میده. من تو این اوضاع گرونی، تو این وضع اسفناک، من چجوری میتونم هم اجاره خونه بدم هم قسط خونه بدم؟ واقعا هم این شرکت ها هم این دولت هیچ حمایتی نمیکنه از قشر کارگر. صدای ما کارگرها چجوری باید شنیده بشه؟ دوستان لطفا یه حمایتی، یه همتی مردم، من از شما درخواست دارم این ویدیویایی که میذارم و لااقل ببینی. انشالله کانال رو هفته های آتی وارد کانال های خنده و یا چیزایی که از شرکت ها نمیدونید، از خاطرات همینا بارگذاری میکنم. شما هم با ما در اشتراک باشید.